ویدیو که پارت سوم بود اگه اشتباه نکنم، پارت چهارم یا سوم یادم نمیاد دقیقا. بریم ادامه. واسه حل مشکل بیکاری به حساب هر کی که بیکاره 10 میلیارد واریز نمیکنن. خب البته اگه 10 میلیارد واریز کنن درسته یه عدد کامپیوتریه، ولی خب شاید خیلی بودن مملکت هست شه. مگه غیر از اینه که الان پول فقط یه سری اعداد کامپیوتریه؟ اما راست گفت، اینو منطقی بود. پس واریز یک با چند تا صفر که براشون کاری نداره. خب مسئولیت زیادی صاف میه تو باشنشون، محترتشون، خونشون. این سه تا یکی بردمتنی بود، کامنتا برام بنویس. بعد میدونی با این کار چقدر شغل ایجاد میشه؟ خب این دقیقا اشتباهه. همه مشکلات بدم بد میام. خب حتی مثلا یه آدم بیکاره. خب حتی یه آدم بیکار درسته؟ بس نمیشه ببین بپرم. نه این آدم بیکار. خب اینم یه آدم شغل دار مطمئنه، یه آدمی که کسی شغله. خب این نشسته داره کار میکنه به سختی، مثلا 30 میلیون مثلا پول در میاره. وقتی 10 میلیارد پول در میاره، خب شما باشید مثل سگ مثلا یه ده کار میکنید، یا خیلی ایزی میید واش میشید یه ده پول مفت میگیرید. معلومه پول مفت. مشکلات